بخش دوم خبرنامه رو مشاهده می‌کنید. در این قسمت اخبار و گزارش‌هایی رو از دنیای ورزش‌های رزمی و مبارزات MMA برای شما در نظر گرفتیم. خانم سارا مکمان نفر دوم مسابقات کشتی المپیک 2004 آتن به لیگ استرایک فورس پیوست. مکمان احتمالاً روز 3 نوامبر برابر با 14 آبان ماه در مسابقات استرایک فورس ایالت اوکلاهاما حضور خواهد داشت. این مبارزه 31 ساله تا به حال 6 برد متوالی را در لیگ‌های MMA به ثبت رسانده است. پیروزی در برابر شاینا بازلر در لیگ FC2 نتیجه آخرین حضور سارا در MMA بود. گفتنی است در مهمترین نبرد مبارزات 3 نوامبر فرانک میر و دانیل کورمایر، دو مبارز سنگین وزن هنرهای رزمی ترکیبی، به مصاف هم خواهند رفت. مسئولان فدراسیون بوکس پس از مدت‌ها به وعده خود عمل کرده و راه جوانگرایی را در این فدراسیون هموار کردند. گزارشی رو در این زمینه با هم می‌بینیم. بدون تردید فدراسیون بوکس یکی از فدراسیون‌هایی است که مسئولان و مربیان آن از میانگین سنی بالایی برخوردارند و با وجود داشتن تجارب زیاد و گرانبها دیگر نمی‌توانند همچون سالهای گذشته ثمربخش باشند. پس از پایان بازی‌های المپیک لندن، مسئولان فدراسیون از جوانگرایی در بخش‌های مختلف خبر دادند که این مسئله در آستانه عملی شدن است. یکی از بخش‌هایی که در آن تغییرات ایجاد خواهد شد، پست دبیری فدراسیون است. همایون اردلان از با تجربه‌های این رشته که در فدراسیون بین‌المللی نیز شناخته شده است، به زودی جای خود را در صندلی دبیری فدراسیون بوکس به روح الله حسینی جوان خواهد داد. حسینی که سالها قهرمانی آسیا را یدک می‌کشد، دارای دکترای تربیت بدنی است و در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون به عنوان دبیر پیشنهادی معرفی شد. منوچهر مقصودی نایب رئیس فدراسیون بوکس گفت در نشست هیئت رئیسه خودم سر صحبت را برای ایجاد تغییرات و جوانگرایی باز کردم که مورد موافقت قرار گرفت. وی افزود در نخستین گام حسینی را به عنوان سرپرست دبیری معرفی کردم و از اردلان هم خواستیم تا به وی کمک کند. مطبوعاتی ها و ورزشی ها از ما خواستند جوانگرایی را آغاز کنیم و به این خواسته احترام گذاشتیم. در جلسه دیگری که هفته آینده داریم به طور رسمی حسینی را معرفی می‌کنیم. مقصودی در خصوص کادر فنی تیم ملی بزرگسالان هم اظهار داشت در پایان المپیک لندن عملاً تیم ملی نداریم و پس از مسابقه‌های کشوری که مهر ماه برگزار می‌شود تیم ملی انتخاب خواهد شد. مدیر تیم‌های ملی ایران خاطر نشان کرد همکنون تیم جوانان ایران برای حضور در مسابقه‌های جهانی در مجموع انقلاب تمرینات خود را با هدایت اکبر احدی دنبال می‌کند. از صحبت‌های مدیر تیم‌های ملی و نایب رئیس فدراسیون مشخص است که اکبر احدی در آستانه سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان قرار دارد. وی پیش از این سرمربی تیم ملی بود و با ایجاد جوانگرایی تیمی را درست کرد که در بازی‌های آسیای دوحه درخشید و سالها پشتوانه بوکس ایران بود. مقصودی در این مورد گفت حسین نهرودی مربی با دانشی است اما شرایط سنی بالایی دارد و دیگر نمی‌تواند پا به پای جوانها تمرین کنند. ما به مربی جوان و کاربلدی چون احدی نیاز داریم. نایب رئیس فدراسیون بوکس ادامه داد برخی از اعضای تیم ملی بزرگسالان چون علی مظاهری و احسان روزبهانی که می‌خواستند تمرینات را دنبال کنند به اردوی جوانان فرستادیم تا زیر نظر احدی باشند. وی گفت همچنین از نهرودی و اردلان خواستیم تا در هر هفته کلاس‌های مربیگری و داوری برگزار کرده و نتیجه آن را به ما اعلام کنند و از تجارب قدیمی‌های فدراسیون هم در هیئت رئیسه بهره ببریم. مقصودی در پایان اعلام کرد از مسئولان تا مربیان و کمیته‌های فدراسیون را جوان کردیم و امیدواریم که جوانان از این فرصت استفاده کنند. در پایان 4مین مرحله از لیگ جهانی کاراته‌وان در ترکیه، تیم ملی کاراته ایران 11 مدال کسب کرد. در 4مین مرحله از لیگ جهانی کاراته‌وان ترکیه که در سالن المپیک شهر استانبول با حضور کاراتکاهایی از 47 کشور جریان دارد، در وزن منهای 67 کیلوگرم سعید احمدی مدال طلا را بر گردن آویخت. امیر مهدیزاده در وزن منهای 60 کیلوگرم، علی فداکار در وزن منهای 84 کیلوگرم، سامان حیدری در وزن به اضافه 84 کیلوگرم و تیم کاتای بانوان با ترکیب مهسا افسانه، نجم قاضیزاده و الناز تقی‌پور به مدال نقره رسیدند.
علیرضا اجدادی در وزن منهای 60 کیلوگرم، مازیار الهامی در وزن منهای 84 کیلوگرم، سعید فرخی و ابراهیم حسن بیگی در وزن منهای 75 کیلوگرم، فرید حقیقی در کاتای انفرادی مردان و نسرین دوستی در وزن منهای 50 کیلوگرم بانوان صاحب مدال برنز شدند. محمد رضا بخشیلو، هامون درفشیپور، جاسم ویشگایی، حمید عباس علی، ذبیح‌الله پورشیب، بهمن عسکری، سجاد گنجزاده و مهسا افسانه در کاتای انفرادی بانوان از رسیدن به مدال باز ماندند. نگین باقری هم مقام پنجمی این مسابقات را از آن خود کرد. رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی ایران تاکید کرد که مسئولان این فدراسیون برای برگزاری مطلوب سومین دوره جشنواره جهانی هنرهای رزمی در انتظار کمک مالی وزارت ورزش و جوانان است. محمد نوحی خاطر نشان کرد قرار است فستیوال جهانی از 28 مهر ماه به مدت 5 روز در جزیره کیش برگزار شود. وی ادامه داد چندی است که ستاد برگزاری فستیوال را راه اندازی کردیم تا این رقابت بزرگ همچون دوره‌های گذشته به خوبی انجام شود. نوحی اظهار داشت برگزاری این رویداد مهم هزینه‌های زیادی خواهد داشت که ما در انتظار کمک مالی مسئولان ورزش کشور هستیم تا جشنواره را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم. رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی گفت ایران مبتکر برگزاری این فستیوال است و همکنون کشورهای دیگری چون ترکیه به سختی در پی میزبانی این مسابقه هستند، اما تلاش می‌کنیم تا میزبانی به صورت دائم در اختیار ایران باشد. وی در پاسخ به این سوال که چه رشته‌هایی در جشنواره حضور دارد گفت تاکنون برگزاری رشته‌های کیک بوکسینگ، جوجیتسو، کشتی با کمربند و دفاع شخصی قطعی شده است. نوحی در مورد برنامه‌های آتی فدراسیون ورزش‌های رزمی گفت مسابقات انتخابی تیم جوجیتسو را در عراق پیش رو داریم که برای حضور در دو رده مسابقات جهانی آلمان و اتریش برگزار می‌شود. دستاورد تیم ملی ساواته ایران کسب یک مدال ارزشمند جهانی بود. گزارشی رو در این زمینه با هم می‌بینیم. در جریان رقابت‌های جهانی 2012 بلغارستان، مسعود عسکری ملی پوش شایسته منفی 75 کیلوگرم پس از قرعه استراحت در دور نخست به مصاف حریف قدرتمند بلژیکی رفت و با رأی داوران در پایان سراند برنده این فینال زود هنگام شد. وی در ادامه از صد حریف قدرتمند ایتالیایی گذشت و در بازی سوم ساواتکار ژاپنی را مغلوب کرد. عسکری در مسابقه سرنوشت‌ساز مرحله نیمه نهایی با وجود انجام یک بازی فنی قابل قبول برابر حریف با تجربه سربستانی به دلیل ناداوری مشهود مانند دو ملی پوش دیگر ایران این بازی را واگذار کرد و به مدال برنز این وزن رسید. پیش از وی حمزه مرادیان در وزن منفی 70 کیلوگرم با برد مقابل آلمان، کرواسی و باخت جنجالی مقابل ایتالیا به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد که در این مرحله مقابل حریف سرب شکست خورد و از کسب مدال باز ماند. عرفان قندی نیز در وزن منفی 80 کیلوگرم پس از شکست مقابل حریف الجزایری که در پایان عنوان قهرمانی را از آن خود ساخت، به ترتیب مقابل اوکراین، اسلواکی و فنلاند به 3 پیروزی ارزشمند دست یافت. اما در بازی حساس کسب مدال مقابل حریف سرشناس فرانسوی شکست خورد تا در یک قدمی کسب مدال از دستیابی به عنوان جهانی باز بماند. تیم ملی ساواته ایران با ترکیبی جوان و متحول شده با هدف افزایش تجربه ملی پوشان جهت رویداد بزرگ المپیک هنرهای رزمی 2013 در میدان جهانی بلغارستان شرکت کرد. در این دوره 200 ورزشکار از 30 کشور جهان حضور داشتند که مدال‌های طلا بین فرانسه، الجزایر و صربستان تقسیم شد. گفتنی است از بین 3 کشور آسیایی ایران، چین و ژاپن تنها ایران موفق به کسب مدال در رده مردان شد. کشورهای با سابقه‌ای مانند ایتالیا و روسیه نیز به تک مدال برنز در رده مردان بسنده کردند. گفتنی است تیم ملی 2 نفره ساواته ایران در مسابقات جهانی 2010 پاریس توسط مهدی میان محله در وزن منفی 56 کیلوگرم و حامد متینفر در وزن منفی 70 کیلوگرم موفق به کسب 2 مدال برنز شده است.
بعد از بررسی مبارزین دسته سنگین وزن UFC، این هفته در مجله خبری فیزیک پرشیا رده سنگین وزن و مبارزین این دسته رو مورد تحلیل قرار میدیم. گزارش حامد گودرزی رو با هم می‌بینیم. حضور 10 مبارز رده بالا در رده نیمه سنگین UFC باعث جذابیت و افزایش سطح فنی این رده شده. این 10 مبارز که هر کدام در دوره زمانی خاص صاحب کمربند نیمه سنگین بودند، از طرفداران زیادی هم برخوردارند. اما قهرمان فعلی این رده فاصله زیادی با سایر 9 مدعی این رده دارد و تقریبا تمامی آنها را شکست داده. جان جونز، معروف به استخوانی، با 25 سال سن سطح متفاوتی از هنرهای رزمی ترکیبی رو به نمایش گذاشته و به نظر میرسه تا مدت نامعلومی این عنوان رو حفظ میکنه. در بین سایر مبارزین دن هندرسون، معروف به هندو، با 41 سال سن در رده دوم قرار دارد. البته شرایط مبهم آمادگی و لغو مبارزه با جونز برای این مبارز آمریکایی خوشیوم نبود. هندو با ضربات سنگین هوک راست مبارزات زیبایی رو در سالهای اخیر به معرض نمایش گذاشته. ماوریسیو شوگان روا و لیوتو ماکیدا، دو فایتر برزیلی MMA که اولی با فنون مویتای و دومی با فنون کاراته از بهترین برزیلی های این رده بودند. این دو مبارز در آخرین UFC موفق شدند حریفان خود را شکست دهند. در بین سایر مبارزین بیشک کوئنتین رامپیج جکسون از بالاترین درصد محبوبیت برخورداره. رامپیج با شگرد همیشگی خودش، فنون اسلام، همیشه طرفداران اکتاگون رو به وجد آورده. این مبارز آمریکایی در UFC 153 با گلوور تکسیرای برزیلی روبرو خواهد شد. الکساندر گوستافسون، مبارز سوئدی دسته نیمه سنگین، یکی از باآتیه ترین مبارزین UFC، با قد و قامت بلند و ضربات مشت خودش از آمادگی بالایی برخورداره. الکس جوان همواره یکی از نام‌هایی که برای مبارزه با جان جونز مطرح میشه. اما حضور یک برزیلی کارکشته در جمع مبارزات لایت هیوی ویت برای علاقه‌مندان به جوجیتسوی برزیلی و مبارزات کلاسیک جذابیت‌های بالایی دارد. آنتونیو روجریو نوگویرا با درخشش در مسابقات پراید حالیم نگاهی به کمربند طلایی دسته نیمه سنگین UFC دارد. در بین سایر مدعیان نام آخرین حریف جونز هم به چشم می‌خوره. رشاد وانز، فایتر سیاه‌پوست آمریکایی که تبحر خاصی در ضربات مشتره از بهترین های این دسته است. اما شایعاتی که مبنی بر حضور وانز در دسته میان وزن مطرح میشه وضعیت مبهمی را برای این آمریکایی به وجود آورده. البته این مبارزین فاصله زیادی با جونز دارن، اما مبارزه روز 22 سپتامبر بین جان جونز و ویتور بلفورد معادلات زیادی را در UFC نیمه سنگین حل خواهد کرد. در پایان نگاهی داریم به خلاصه خبرها. مسابقات بیکینی سنت لوئیس در آمریکا برگزار خواهد شد. نفرات برتر این تورنمنت در بیکینی المپیای 2012 شرکت خواهند کرد. سارا مکمان به زودی در لیگ استرایک فورس مبارزه می‌کند. مکمان در سال 2004 مدال نقره المپیک آتن را کسب کرد. ممنون که این بخش خبری رو همراهی کردید. برای ارسال نظراتتون میتونید با آدرس خبر@physic-tv.com در تماس باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.